درود به دوست عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تلاش میخوام بکنم که بیشتر از این به بعد ویدیوهامو توی کانال یوتیوبم بذارم. کانال یوتیوبم هم توی بیو پیجم نوشتم، همین عقاب پارس اگر سرچ بکنید یا ایگل آف پرژیا میتونید راحت پیداش بکنید، چون ویدیوهای طولانی تری میخوام بذارم و هم درباره فلسفه های ورزشی، درباره مسائل سیاسی تا جایی که بلد باشم و مسائل ورزشی میخواستم پست بذارم توی یوتیوبم بیشتر. لطفاً حمایت کنید، خیلی ممنون میشم ازتون. امروز میخواستم درباره یک جنگجو و معترض باهاتون صحبت کنم. ببینید، در این اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت یا به وجود اومد یا به وجودش آوردن، عده‌ای از مردم داخل خیابون رفتن، عده‌ای آسیب دیدن، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای اعدام شدن. خیلی 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 بیشترش مردا بودن که اعدام شدن. خانمایی که اعدام شدن و زیاد در جریانش نیستم، اگرم بودن خیلی کمتر از مردا بودن. این مردا هستن که همیشه در جنگ ها خیلی بیشتریاشون کشته میشن، اعدام میشن، در طول تاریخ میگرفتن، خیلی بلای بدجوری سر مردا میوردن، گردنشون رو میزدن. اونا بودن که جنگی بودن. حالا با شکلگیری فمینیست و اینجور چیزا خانوما هم خودشون رو جنگجو خطاب میکنن، ما هم احترام میذاریم. چه خوب که جنگجو هستن خانم، دستشون هم درد نکنه، سپاسگزارم هست. بعضی از آسیب دیدگانه که در اعتراضات بودن از ایران خارج شدن، الان در اروپا اقامت دارن. یک سری اشخاص در اروپا برای اینها مراسم‌هایی برگزار کردن تا از آن وقایعی که در ایران اتفاق افتاد به صورت زنده بتونن بشنون بقیه مردمی که در خارج هستن، به صورت مستند، که برای اینها واقعا چه اتفاق دردناکی افتاده و با اینا صحبت کنن و قدردانی کنن. ببینید، یکی مثل مجید رضا رهنورد که میاد که مظلومانه در خونش بوده، هیچ کاری هم نداشته، از سر کار اومده خسته بوده، بهش ظلم میکنن، فوش مادر بهش میدن، اینا یه چیزی میکشه از اون چیز تیزا، میره بیرون خیابون و میجنگه، چند نفر رو میذاره لط و پار میکنه که خیلی حقشون بوده، دست مجید رضا رو میبوسیم. بعدش هم با شرافت وای میسته و شجاعت اعدامش رو میپذیره و با شرف از این دنیا میره، که کار هر کسی نیست. درکش هم بسیار سخته، چون جای اون شخص نیستیم که بتونیم درک کنیم که چه شجاعتی از خودش به خرج داده. یکی مثل نیکا شاکرمی، این یک جنگجوه، کسی بوده که در میدان بوده، رفته روی ماشین صداشو بلند کرده، علیه یه اهریمنی فریاد زده. این یه جنگجو حساب میشه. بعدش هم که با اون وضع جان این دختر نازنین رو میگیره. منتها یکی از در خیابانه میبینه یه نفر دارن چند نفر رو میزنن، سر جاش فریز شده، عین یه تیکه غذایی که توی فریزر یخ میزنه و از دور داد میزنه ولش کنید ولش کنید. جرأت اینه که جلو بره نداره. البته همین که در خیابان رفته و اعتراض کرده، این یعنی انسان با شرفی، یعنی شرافت داشته، با اینکه خانواده داشته، خیلی مشکلات داشته، ولی تونسته اعتراض بکنه. این شخص معترضه، این شخص جنگجو نیستش. منتها مردمی که در خارج از ایران زندگی میکنند، که در گذشتهشون در ایران هیچ اعتراضی نکردن، یا مردمی که در ایران هستن ترس دارن، شجاعت اینو ندارن که در خیابان برن، این اشخاص میان این شخصی که در خیابان رفته رو جنگجو خطاب میکنن، چون نه تا حالا مبارزه کردن، نه جنگیدن، نه بلدن از حقشون دفاع کنن. این شخصی در خیابان رفته و از دور گفته ولش کنید، حالا یه تیر هم اومده خورده به بدنش، الان هم اومدن داخل اروپا و ما و بقیه بر حسب وظیفمون سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. اما این شخص جنگجو حساب نمیشه، معترض بوده. جنگجو یعنی این که آقا تو داری با یه شخصی، با یه دشمنی که داره به زور میگه، تو داری تبادل دو ایدئولوژی مختلف مثلا انجام میدی، اون به زور میخواد بر تو غالب کنه، حالا به زورش میگیره کتکت هم میزنه، حالا که کتکت زد تو برای دفاع از جون خودت، یعنی همون چیزی که پادشاه میفرمایند دفاع مشروع، تو حق داری از خودت دفاع کنی. اگر نکنی آدم احمقی هستی، یا زورت نمیرسه یا ترس داره آدم، که این یه چیز خیلی طبیعیه. ترس، آدم باید یه قدرتی داشته باشه تا بتونه بجنگه، بدون قدرت نمیتونه آدم بجنگه. مثلا اون بچه 5 ساله با یه آدم
35 ساله بوکسور بیفته دعوا. بچه قر میزنه، اعتراض میکنه، 4 تا فوش میده، ولی یه چک اون 35 ساله رو بخور میفته بیهوش میشه. ولی همین که رفته جلوی خودش جنگ حساب میشه، چون رفته جلو میخواد بجنگه ولی توان یکی نیستش، آدم شکست میخوره. و یکی وایستاده از دور داره مثلا میگه ولش کنید، بعد میان بهش تیر میزنن. حالا این به خاطر احترام ها و قدردانی های هزاران باره ما ایرانی های مخصوصا خارج انقدر پست گذاشتیم، استوری گذاشتیم، قربونتون بریم، دستتون رو میبوسیم، شما هم کارتون درست. حالا جنگجو که نیستن ولی ما میگیم جنگجو. اینا بعضیاشون باورشون شده که اینا مثلا خیلی جنگجوان یا مثلا خیلی خطرناکن. بعد اومدن مثلا میرن تو خط مسیح علی نژاد، بعد موقعی هم که میان وایسن برای ما صحبت کنن اینجا، صداشون رو میبرن بالا، فریاد زن زندگی آزادی اینجا سر میدن. بعد میان انقلاب زنانه بوده. این نشون میده که خیلی جوگیر شدن اینا. اولا که انقلابی صورت نگرفت. بله، انقلاب اندیشه‌ای صورت گرفت، تغییر اندیشه‌ای صورت گرفت که اونم همچی مثلا هنر نکردن مردم. بعد از 45 سال انقلاب اندیشه‌ای صورت گرفت، دست موبایل و اونایی که ماهواره نصب کردن تونستن شبکه‌های من و تو اینجور چیزا رو بیارن 4 نفر آدم سیاسی دانا بشینن صحبت کنن، دست اونا درد نکنه که حالا بعد از 45 سال متوجه شدین که سرتون کلا رفته. حالا ماهی رو هر وقت از آب بگیرین تازه است به قول قدیمی. اما این که ما بیایم بگیم این انقلاب زنانه صورت گرفته، فمینیستی بوده، زنا با شجاعت رفتن در خیابان، من اینو قبولش ندارم. حالا بعضیا میتونن قبول کنن، بعضیا میتونن فکر کنن که من ضد زن هستم. اونایی که پیج من بودن دیدن چقدر من فعالیت داشتم برای حمایت از زنها، نه فمینیستا، زنها. اما انقلابی صورت نگرفت. یه اعتراضی بود، اعتراضاتی که صورت گرفت. من به عقیده خودم خود رژیم مثلا این میخواست، انقلابی اونو گرفت، انسانهای وفادار به میهن رو گرفت اعدام کرد، اکثرش مردها بودن که اعدام شدن، کشته شدن، جونشون از دست رفت. چون مردا جنگجو هستن، جنگی هستن، در تاریخ همیشه اینطوری بوده. خانوما هم خیلی دستشون رو میبوسیم که در کنار مردها بودن و مردها هم در کنار خانومها بودن. اما این که بگیم انقلاب زنانه، نه، این اشتباهه، کاملا اشتباهه. اینو از سرتون لطفاً بیرون کنید. اما یک انقلابی در شرف انجام شدن هستش، ولی هیچ انقلابی هنوز انجام نشده، چون که هنوز رژیم سر پا هستش. و اینکه مثلا در صحبتاشو میگن ما با انقلاب زنانه روسری ها رو اومدیم از سرمون برداشتیم. اینم من قبول ندارم. روسری ها رو خود رژیم خواست که بردارین شما برای اینکه به بقای خودش ادامه بده. ولی خب اینکه این مسئله رو هنوز شما نفهمیدین یا در مقابل فهمیدنش مقاومت میکنین، این از مسائل درونی شخصیتی هر انسانی هستش. وقتی یه رژیم میاد انقدر مردمش رو سرکوب میکنه، دخترای اون سرزمینش رو سرکوب میکنه، انقدر دوچار هم مردا هم زنا انقدر دوچار عقده و کینه و نفرت میشن، دستشون که به اون رژیم نمیرسه بتونن سرکوبش کنن. امیدواریم که برسه همه مردم. از اون طرف میان به تنفر پراکنی میکنن، تنفر افکنی میکنن به جنس مخالف، یعنی مردای بدبخت. و اینکه میان شعار زن زندگی آزادی که اصلا منسوخ شده، شعاری که خود رژیم جمهوری اسلامی ساخته، اومدین اینو سر میدین و میخواین اسم مسیح علی نژاد رو بیارین بالا. نمیدونم حالا چه منفعتی براتون داره، یا فکر میکنین مثلا تو اون خط میرین بیشتر دیده میشین، یا فکر میکنین مثلا مسیح علی نژاد قراره رهبر ایران بشه در آینده. من واقعا نمیدونم که دوچار چه گونه از توهماتی هستین شما. و اینا همش به خاطر احترام‌های بیش از حدیه که این ایرانیان خارج نشین میان به شما میذارن. بازم داخل پرانتز میگم، این که شخصی میره داخل خیابان این یعنی انسان با شرفیه. ولی اینکه رفته تو خیابان مثلا اون دور وایساده قایم شده، یا من در خیابان بودم، خب چیکار میکنی؟ پشت ماشین قایم شده بود. خب معترض بودی، به جمعیت ملحق شدی. راه انقلاب کردن اینه که همه میلیونی برن داخل خیابان، مرد و زن. زنها خالی برن در خیابان، انقلابی صورت نخواهد گرفت، چون که جنگیدن بلد نیستن. مردها هم باید باشن. وقتی راجع به انقلاب صحبت میکنیم چقدر قشنگ میشه که درباره یک ایدئولوژی هایی صحبت بکنیم که به انسانیت ختم بشه، به مهربانی ختم بشه، به خرد ختم بشه، نه به بیشوری و مثلا من بیام ضد جنس زن صحبت کنم، بگم زنا همشون اینطورین، مشکل دارن، عقلشون کمه، یا زنا بیام بگن مردا اینجورین، همشون خیانتکارن، اینجورین، خشمگینن فلان. این دیگه نمیشه انقلاب. این مشکلات سادیسمی مغزیه که هر شخصی اومده حالا صداش به جای رسیده داره مشکل
درست میکنه برای جامعه، برای طرز فکر نمیذارن که در یه مسیر باشیم همگی با هم اتحاد و شکل بدیم تا بتونیم به جلو حرکت کنیم در مسیر پاک و مثبتی. از اون طرف من با آسیب دیدگان چشمی با همشون صحبت کردم، اونایی که اومده بودن در کشور سوئد. حالا اسم شخص خاصی رو نمیارم ولی صحبتی که گفتم مستنده. صحبت کردم باشون. یکی از این خانوما به من گفتش که چون من میدونید که من فکر کنم هیچ کس اندازه من مخالف نبوده با شعار زن زندگی آزادی و اون رقصای مضحک اکباتانی که انجام شد و مردم از تو خیابونا کشیدن بیرون، که اینجا باید بگیم که واقعا رژیم جمهوری اسلامی باهوش هستش. آدم باید به هوش دشمنش هم احترام بذاره. واقعا آفرین میگم که با اون رقصای اکباتان خیلی خوب خیابونا رو جمع کردین، بعدش هم که خب اونجوری که دوست داشتین میهن پرستای عزیز ما رو گرفتین اعدام کردین. ولی اون کار رقصتون خیلی خوب بود، خردمندانه بود از نظر تکنیک مبارزه‌ای. و اینکه وقتی که این مسئله رو من مطرح کردم که با اون رقصا بود که این اعتراضات خوابید، گفتن نه رقصا خیلی مبارزه است، رقصای اکباتان خیلی مبارزه بوده. گفتم آفرین. گفت شما ایران نبودین نمیدونین چه خبره. من به عنوان یه زن باید به زور رو سری سرم کنم. مال من چون مهمون بودم جوابمون دختر عزیزی بود، ما همشون رو دوست داریم، از نزدیکیم، نمیخواستیم یه چیزی بگیم که مثلا مهمان هستن در شهر ما ناراحت بشن. ما گفتیم که شما درست میگین. ولی در حقیقت ببینید من به عنوان مرد هیچ وقت نمی‌تونم با رکابی برم توی خیابون. اینا یه جوری صحبت میکنن که 100 جور پارچه انگار دور اینا پیچیدن و مردا فقط مثلا با شورت میرفتن تو خیابون. من مرد نمیتونستم با رکابی تو خیابون برم. با رکابی یکی اومد یه پسی به من میزد، مثلا نیرو انتظامی، یه بسیج سادیسمی، چیزی مریضی. مردم هم نمیتونستن پوششی که میخوان داشته باشن. پس هی نیم بگیم پوشش زن، شما فقط یه روسری اضافه تر از ما داشتین. آسینا که همیشه کوتاه بوده، تازه من سال 93 که از ایران اومدم، پاچه‌های شلوارتون هم که دادم زانوهاتون بوده. ما اگه اونجوری میکردیم مردم مسخرهمون میکردن، مثلا اگه شلوارک میپوشید قشنگ دو قلوهای پشت ساق پا بیرون بوده. آسینا هم که تا اینجا، بعضی هم که تا اینجا میپوشیدن، روسری هم که بوده ولی اینجاتون بوده. بعدش من به خانم گفتم که عزیز من سال 88 تو خیابون بودم. بعد ایشون یه جوری با من صحبت میکرد که انگار مبارزه، و در صورتی که چند دقیقه قبلش رو سن داشت توضیح میداد که یه کسی رو داشتن میبردن، گفته چرا دارین میگیرینش، ولش کنین. اونم گفته که آقا جون نری شلیک میکنم به چشمت با تیر ساچمه‌ای. گفته نه تو رو خدا ولش کن، مثلا داشته میجنگیده دیگه، ولش کن. مثلا فکر میکنه مثلا یه تفنگ M16 دستش بوده، داشته به بسیجی‌ها و نیرو ضد شورش داشته تو توهماتش دیگه. اونم برگشت شلیک کرده تو چشمش، متاسفانه که باعث ناراحتیه. که من گفتم من سال 88 خودم تو خیابون بودم دیگه، ساکت شدن دیگه. ولی اینا مثلا با خودشون این فکرون، به خاطر اینکه انقدر احترام زیاد به این داده شده، اینا فکر میکنن که اینا که تو خارجن مثلا هیچکی مثلا سال 88 98 78 اینا مثلا هیچکی تو خیابون نبوده، فقط یه انقدر حمایت با موبایل آخه زیاد شده دیگه. 88 که ما موبایل نداشتیم، انقدر ما تشکر کردیم پشتتونیم شما عزیزین نور چشمین اینا دیگه. اینا فکر میکنن دیگه خیلی جنگجوان. نه عزیز، شما معترض بودین، نیکا شاکرمی جنگجو بوده، مجید رضا، محسن شکاری اینا جنگجو بودن، محمد حسینی تک و تنها جنگجو بودن، اینا محمد مهدی کرمی جنگجو بودن. مهسا امینی اصلا حتی معترض هم نبوده. مهسا امینی نه در جدول معترضا قرار میگیره نه در جدول جنگجو. هموطن ماست، خدا رحمتش کنه، نور چشم ماست. مهسا امینی با برادرش اومده بوده تهران، تازه حجابش هم خوب بوده، ولی گرفتن، حالا یا مسمومش کردن با ماده‌ای یا با باتوم زدنش یا شکنجهش کردن که هنوز نمیدونیم، کشته شده. ولی مثلا بعضیا مثلا از دوستان کرد ما میان پیام میدن مهسا امینی جنگجوی کرد شجاع ما. تو فیلم هم که معلومه داره با اون خانم حرف میزنه، میگه مثلا حجابم بد نیست، اینجوری مثلا نمیجنگه با خانومه، که داره توضیح میده براش که من حتی حجابم هم اینجوریه، مثلا بذار من برم. وقتی مسائل رو ما باید واقع بینانه نگاه کنیم. هر کسی رو نه الکی جنگجو بنامین، معترضا بیان جنگجو بنامین، اون موقع اون اسم اون جنگجو محو میشه میره پایین. این درست نیستش. جو الکی ندین. و اینم در نظر بگیرین، هر کی که در خارج میاد پست میذاره فکر نکنیم مثلا نظر سیاسی خیلی حالیشه. من با بعضی از سیاسی‌ها میشینم صحبت میکنم که 30 سال 40 سال دارن کار سیاسی انجام میدن،
واقعا اصلا دوزاریشون کجه، متوجه نمیشن چی کجاست، داره چه اتفاقی میفته. همون اندیشه 40 سال پیششونو دارن. فکر میکنن مثلا 40 سال پیش که از ایران اومدن، ایران همونجوری شبیه 40 سال پیشه. نه دردیو کشیدن که مردم ما الان دارن اون دردو میکشن، نه سختیاشو دیدن، نه توهینایی که بهشون شده، نه سیستم آموزش پرورش، نه سیستم کاری، نه گرونی نونو دیدن، تخم مرغ، هیچ کدوم اینا رو ندیدن. اینجا توی خارج نشستن، غذاشونو میل میکنن، همشون هم کار دارن، دیدن یه موقعیت خوبی به وجود اومده، میان از خودشون نظرات سیاسی میدن بیرون که من با بعضیاشون موافقم، با بعضیاشون موافق نیستم. بهترین کار اینه که به خردی که یه چیزی این داخل هستش مغزه، اگه یه خورده بهش رجوع کنید، کمتر موبایل نگاه کنین، اون میاد بهتون کمک میکنه. سعی کنید ازش استفاده کنید دوستان عزیز و امیدواریم که به سمت آزادی پیش بریم. فدای شما.